سلام دوستان عزیز، من احمدی هستم و با یک آموزش دیگه در خدمت شما. امروز قرار هست در رابطه با چگونگی استخراج اسپکت یا جهت شیب صحبت بکنیم. خب در ابتدا نرم افزار رو باز میکنیم، یک دم وارد میکنیم که من یک دم کوچکتر رو میگیرم. خب الان این دم یک منطقه خاص یا یک شهر خاص هست که میخوایم از اون اسپکت رو استخراج بکنیم. خب میریم Arc Tools و در قسمت 3D Analysis Tools ما Raster Surface رو داریم و در داخل Raster Surface ما اسپکت رو داریم یا جهت شیب رو. خب دابل کلیک میکنید، این صفحه باز خواهد شد. خب در این قسمت رستر مورد نظر یا دم مورد نظر رو وارد میکنید. خب در این قسمت هم آدرس خروجی رو وارد میکنید و در این قسمت دو تا متد برای انجام این کار داریم، یکی پلنر هست و یکی هم جئودزیک. خب پلنر بر اساس یک متد دو بعدی هست که خب سرعت کار ما رو بیشتر میکنه و همچنین خب اگر برای یک منطقه کوچیک باشه اصلا مشکلی نداره که از پلنر استفاده بکنید، ولی جئودزیک برای مناطق بزرگتر استفاده میشه و نمای یا مدل 3D هست که اگر منطقه شما بزرگتر بود پس بهتر هست که از جئودزیک استفاده بکنید و خب جئودزیک زمان بیشتری خواهد برد. خب من پلنر رو انتخاب میکنم و اوکی. کمی زمان میبره تا اسپکت ما ایجاد بشه. خروجی اسپکت ما ایجاد شد و در این قسمت هم میبینید که هر رنگ نمایش دهنده یک زاویه خاص یا یک جهت خاص هست. خب در همین جا این بخش از آموزش ما به پایان میرسه و تا آموزش بعدی خدا نگهدار.